ببینین این اگه دنیا در نظر بگیریم، اینجا دنیاست. این شعله‌های کوچیکی که میبینید اختلافاتیه که در دنیا وجود داره. مثلا این مربوط به هند و پاکستانه، مثلا کشمیره. این مثلا اختلاف بین تایوان با چین. این اختلاف دیگه، این اختلاف دیگه، این اختلاف دیگه. کار استعمار اینه که اینا رو از قبل کاشته، آماده، و بدون اینکه ما بدونیم اینا رو از قبل آماده کرده. تو قسمت‌های مختلف دنیا این شعله‌ها رو کار گذاشته، این آتش‌ها رو روشن کرده. به هر وقت بخواد یه خورده گازوئیل بهشون اضافه میکنه. به محضی که هند یا پاکستان یک کدومشون قلدری کنن، با یه حرکت اون اختلاف رو با مهره‌های داخلی و خارجی خودش چند برابر میکنه. بله عزیزان، این است استعمار. و این کشورها باید قبل از هر چیز این اختلافات رو حل کنن و در زمین استعمار بازی نکنن. الان آتش شعله هند و تایوان و چین برافروخته شد. الان چین داره پررویی میکنه، تسلحه میده به تایوان و تایوان رو به آتش تایوان رو برافروخته میکنه. خب تا تو باشی تایوان دیگه پررویی نکنی، چین دیگه پررویی نکنی. بفرما. فقط با یه ذره گازوئیل هم هند و پاکستان رو انداخت به جون هم دیگه، هم چین و تایوان. باید هوشیار بود. این به نظر شما کجاست؟ تو کامنت ها برام بنویسین.